دوستو سلام، امیدوار هستم جور صحتمند باشین. قسمی که در ویدیوی قبلی بر شما گفتم که چگونه میتونیم اپلیکیشن همکالا را در تلفن همراه خود نصب بکنیم. پس در این ویدیو میریم طریقه ساختن اکانت برای خود در تلفن همراه یاد میگیریم که چگونه مثلا ما اکانت خود میسازیم. و اینجا در پایین که هست خانه، دسته ها، پیام، ثبت، کالای من. اینجا می کالای من که هست روی زمین کلیک میکنی و اینجا وارد میشی. وقتی که وارد شدی اینجا برای ما در بالا نوشته داده میشه که حساب و اینجا نام ماست علی سینا اندیشمند. مثلا اینجا میتونیم تغییرات بیاریم. اینجا روی از این شکلکی که مثل قلم است روی از کلیک میکنیم، اینجا برای ما نشان داده میشه که مثلا اینی پروفایل فروشنده است. اینجا مثلا این در نام ما هست، در نام اطلاعات شخصی، مثلا نام علی سینا اندیشمند، اینی ایمیل ماست، شماره تماس ماست، شماره واتساپ است و در پایین شهر است که مثلا اینجا ما شهر بلخ انتخاب کردیم. مثلا شما میتونید هر شهری که باشین، مزار شریف باشه، مثلا کابل باشه، هر ولایتی که باشه، مثلا هلمند باشه، هر جای باشه میتونین اینجا نام شهرتان را انتخاب بکنین. و دیگه در پایین اینجا هست اطلاعات شرکت. مثلا نام شرکت است علی سینا، مثلا شما نمیتونید در نام شرکت خود در نام خودتون بسازین، در نام برندی که مثلا میخواین روش کار بکنین، تبلیغات بکنین، در نام از امو بسازین. مثلا آدرس شرکتتون اینجا بگوین. مثلا شما نوع خریدار چی هستین، مثلا این توضیحات شرکت، مثلا ما بس سر تا سر افغانستان فروشات داریم، مثلا اینی توضیحات هست و آدرس دقیق تان. مثلا اینجا کدام خودتون وبسایت دارین، سایت دارین، مثلا اینجا میتونین در بخش وبسایت اضافه بکنین. مثلا اینجا بخش نمایش شماره تماس به صورت عمومی، مثلا اینجا از ما خیر است، یعنی مثلا شماره تماس ما برای عموم مردم نشان داده نمیشه. مثلا نمایش واتساپ به صورت عمومی، یعنی برای مردم نشان داده میشه، بله است. مثلا انتشار صفحه شرکت، یعنی هم باید بله باشه، به خاطر که یعنی شرکت شما را، محصولات شما اضافه میکنین در شرکت، اونجا در سایت باید مخاطبین شما ببینه محصولات شما را، صفحه شما باید اونجا دیده شود. و وضعیت تایید فعلا در انتظار است. شما وقتی اکانت خود میسازین اینجا باید تایید، نیاز به تایید داره که باید ادمین میره تایید بکنه. بعد از اینکه تایید کرد شما میتونید محصولاتتون در سایت وارد کنین و اینجا در بخش تاییدیه ها وقتی که تایید شد برای شما نشان داده میشه. و همچنان امنیت، بخش امنیت، مثلا تغییر رمز عبور، شما میتونید رمز عبورتون تغییر بدین از اینجا. اینجا گزینه خروج است و همچنان حذف حساب، وقتی که مثلا نخواستین میتونید از اینجا حسابتون حذف بکنین. فعلا در اینجا روی گزینه ما مثلا کلشون میتونیم ببینیم ولی نمیتونیم روی از تغییرات بیاریم، چون ما روی پروفایل فروشنده هستیم. وقتی اینجا ویرایش پروفایل در قسمت بالا هست، این روی از کلیک بکنیم میتونیم در اینجا تمام مشخصات خود تغییر بدیم. هر بخشی که مثلا اشتباهی داشت میتونین این را تغییر بدین. مثلا اینجا در پایین ما نوشته است نمایش شماره تماس به صورت عموم. مثلا شما اگر این تیکش فعال بکنین، شماره تلفن شما یعنی شماره تماستون برای کلگی به صورت عموم نشان داده میشه. این روی از کلیک میکنیم و نام شرکت، نام شهر را تکمیل کنید. اینجا مثلا نام شرکت، خب این شهر مثلا ما اینجا انتخاب میکنیم شهر کابل، مثلا از من شهر مزار بود، مزار شریف. خب اینولی ذخیره شد برای ما. این اکانت ما در سایت همکالا فعلا اضافه شده. پیشتر اینجا نمایش شماره تماس به صورت عموم خیر بود، اینول فعلا بله، چون من اموتیکش فعال کردم. یعنی هم از طریقه ساختن اکانت در سایت همکالا یا اپلیکیشن همکالا از طریق تلفن همراه. دوستا میتونین ایره ازش استفاده کنین.